چرا بیشتر پزشکا دارن به سمت مهاجرت کشیده میشن، چرا شرکت کننده‌ها توی آزمون تخصص کمتر شدن. این همسال پزشکی نیست که اون انتخاب میکنن، بلکه آینده کاری به عنوان یک پزشک هست که انتخاب میکنن و حالا واقعیات رو در رابطه با رشته پزشکی بدونن و بیشتر با این رشته آشنا بشن و متوجه بشن که آیا واقعا علاقه‌شون هست یا نه. و من از این تاریخ دیگه رسما دانشجو پزشکی حساب نمیشم. البته هنوز کاری اداری شده، دفاع هنوز نکردم، 10 روز دیگه ان شاءالله تاریخ دفاعه و بقیه کاری اداری هنوز مونده، ولی خب رسما دیگه به عنوان دانشجو پزشکی توی بیمارستان نیستم. هدف این چنل گذراندن تک تک مراحل بعد از فارغ التحصیلی با هم دیگه است. اون بچه‌هایی که حالا هنوز کنکور ندادن و علاقه‌مندن به این رشته باید اینو مد نظرشون باشه که این همسال پزشکی نیست که اون انتخاب میکنن، بلکه آینده کاری به عنوان یک پزشک هست که انتخاب میکنن و حالا واقعیات رو در رابطه با رشته پزشکی بدونن و بیشتر با این رشته آشنا بشن و متوجه بشن که آیا واقعا علاقه‌شون هست یا نه. و اینکه برای بچه‌هایی هم که آخر دوره تحصیلشونه تجربیات من احتمالاً کمک کننده باشه بهشون، اشتباهات من رو دیگه تکرار نکنن. توی ویدیو امروز به طور خلاصه فقط میخوام یه کوتاه در رابطه با اینکه آینده کاری به عنوان یک پزشک عمومی توی ایران میتونه به چه شکلی باشه توضیح بدم. بچه‌ها بعد از فارغ التحصیلی شما سه راه دارید. یه دونه اینکه یه رشته تخصصی رو انتخاب کنید به عنوان رزیدنت یه رشته تخصصی 3 یا بیشتر 4 سال، بیشتر تا 4 سال درس بخونید دوباره و بعدش حالا امتحان بورد بدید به عنوان یه متخصص فعالیت کنید. یه راه دیگه اینه که به عنوان پزشک عمومی فعالیت کنید که این خودش ویژگی داره. یه دونه اینکه توی حالا مطلب خصوصی توی کلینیکتون تبابت کنید، مریض ببینید به عنوان پزشک عمومی. یه راه دیگه اینه که کلینیک NMT تأسیس کنید که متدون مینتیننس تریتمنت هست برای کسایی که اوپیوید دیزوردر دارن و حالا به مخدرها اعتیاد دارن. این اعتیادشون به مخدر با متدون جایگزین میکنن و کمکشون میکنن اگر بخوان ترک کنن. یه راه دیگه حالا بیشتر احتمالاً با این زیرهیت آشنایی داریم انجام کار زیبایی که حالا تزریق فیلر و بوتاکس و لیست با نخ، تزریق چمدی، کاش نمو و غیره توی این زیرهیت هست. و راه سومی هم که به عنوان پزشک عمومی داریم مهاجرته که حالا اینکه به کدوم کشورها مهاجرت راحت تره، چه مدارکی میخواد، همه اینا رو توی ویدیوهای بعدی حالا بر اساس اینکه تمایلتون بیشتر به کدوم هیته باشه توضیح میدم. این ویدیو صرفا معرفی منه و اینکه بگم کجا این پروسه هستم. بچه‌ها من پایان‌نامه‌مو نوشتم، حالا نوشتن پایان‌نامه رو اگر خواستید تو کامنت‌ها بگید، در حدی که بلد باشم براتون توضیح میدم، چون خودم پایان‌نامه‌مو نوشتم، همه کارش انجام دادم. پایان‌نامه رو برای استاد راهنما فرستادم و تایید شده، داورها مشخص شدن، جلسه دفاع تاریخ مشخص شده که 10 روز دیگه است. ولی خب بقیه کاراش که دیگه اصل پروسه هست، مثلا انجام کارای جلسه دفاع و بعد کاری اداری و ثبت‌نام تمرین‌ها با این که حالا متصل با روز چند روزی که حالا خواستم یه پیشرفت داشته باشم براتون ویدیو میگیرم و به جزئیات توضیح میدم. تا اینجای کار بچه‌ها بعد از نوشتن پایان‌نامه حالا چند شاه پایان‌نامه شما ممکنه باریکی برداشته باشید و اساسه باریکی یا اینکه با اساتید علوم‌های برداشته باشید. من با گروه پزشکی اجتماعی برداشتم که توی دانشکده‌مون هستن. واسه همین جلسه دفاع من توی خود دانشگاه برگزار میشه. برای گرفتن نوبت دفاع بعد از اینکه حالا پایان‌نامه‌تون تموم شد یه فرم سرعی دفاع هست که اون شما صدا هم مشاورتی امضا می‌کنن، داورها تعیین میشن، داورها امضا می‌کنن، بعد اون رو دبیرخونه می‌بریم و یه نامه خطاب به معاونتمون رو می‌نویسیم و تاریخ درخواست دفاعتون رو اونجا مشخص می‌کنیم که سالن رو برای بروز در اختیار شما قرار بدن. حالا این پروسه احتمالاً تو همه دانشگاه‌ها به همین شکل باشه. فکر می‌کنم تفاوت مخصوصی داشته باشه. من برای دانشگاه خودمون توضیح دادم ولی احتمالاً کل پروسه ثابت. بقیه مراحل به هر مرحله که قرار بوده کاری انجام بشه حتما ویدیو میگیرم توضیح میدم، با هم دیگه این مسیر رو طی کنید. بچه‌هایی که هنوز رشته رو انتخاب نکردن با دید بازتری انتخاب بکنن و بدونن که آینده‌ای که دارن انتخاب میکنن به چه شکل حداقل و حداکثر درآمد اون زیرهیت‌هایی که گفتم مثلا گزینه چجوریه و اینکه چرا بیشتر پزشکا دارن به سمت مهاجرت کشیده میشن، چرا شرکت کننده‌ها توی آزمون تخصص کمتر شدن، با وجود اینکه تقریبا همه بچه‌هایی که تا اینجا پزشکی رو انتخاب کردن هدفشون این بود که توی رشته تخصصی فعالیت کنن. حالا کار زیبایی چند ساله که خیلی ترند شده یا مهاجرت چند سال که خیلی به سمت مهاجرت میرن، وگرنه مثلا 7 سال پیش سال 95 که من کنکور دادم و این رشته رو انتخاب کردم واقعا هدف انتخاب کردن یه رشته تخصصی چیزی که الان دیگه جزو گزینه‌ها نیست. من خودم به شخصا کنکور نکردم، خودشم قرار نیست رشته تخصصی رو بخونم، حداقل با اعتراض ثانوی تصمیمی نیست
بهتون توضیح میدم که بچه‌ها مشکلات چیه و چی میشه که بچه‌ها دلزده میشن و باعث میشه که رشته‌های لیمیت‌های دیگر رو اولویت قرار بدن. خوشحال شدم که این ویدیو رو نگاه کردیم. امیدوارم که چنل با من همراه بمونیم، با هم دیگه تک تک این پروسه ها رو طی کنیم و همراه هم دیگه باشیم.